هر باره که بازار میدارم بعد دعای رسول الله سنگ میبردارم در تگش تنگه و طلا. این برکت دعا های برادرها. شما تجارت ها چرخ نمیخوره، شما تجارت ها پیش نمیروه، شما در مولمون آدمای بد شریک میشوند. دعا کمه، دعاهای خوب گیره. ای آدمای مظلوم، از پدر، از مادر، از آدمای ظلم دیده، از آدمای معیوب هیچی هم نباشه، قسم به خدا یک پیاله آب هم باشه، دعای نغز گیره. دعا جوشن است، دعا بسیار جوشنی کلام است. برای همین این نشستامون، این صحبتامون همش برای همین است. دعا کنیم که پروردگار اغنیا و ثروتمندا را ثروتاشون زیاد کنه. از برکت ثروتای اینا این چراغا روشن همش. دیگه پروردگار حمیت غیرتشون بلند کنه، جوان مردشون کنه. این حلال ای والله چه جمع میکنید. بهترین ماشین، بهترین رفیق، بهترین خانه، بهترین دسترخوانه را کنید. لیکن نمیخواد دل نبنده.